امروز در پایتخت کشور کامبوج شهر پنومپن هستم. Thank you. Oh, 1000. من فکر کردم $1 میگه. 1000 بده. وقتی پیسه مرا پس داد. انسان‌های خوب هستن. این کاخ سلطنتی در مرکز شهر پنومپن موقعیت داره. ببینید چقدر جای مقبول است. در دوران خمرهای سرخ تمام مردم از این شهر تخلیه شدند. یعنی به اینجا همه کسایی که شهرنشین بودن تخلیه شدند، چون پالیسی خمرهای سرخ همی بود که سلام به همه. امروز در پایتخت کشور کامبوج شهر پنومپن هستم. فعلا داخل رکشا یا سه چرخه میرم. امروز براتون داخل شهر پنومپن نشان میدم. میبینین مردم در اینجا چطور زندگی خود پیش میبرن و بعضی جاهای دیدنی دیگه شهر پنومپن نشان میدم. امیدوارم که این ویدیو جالب ثبت شود و شما هم از این ویدیو لذت ببرین. دوستان عزیز، در اینجا زیادتر رکشا استفاده میشه. ببینین اما رکشاهایشون تمیز است. اینجا ببینین چی گفته پلیس به جای پلیز پلیس نوشته کرده give me 5 stars thank you، چون اینا را از برنامه گراب میخواهیم. سفارش میدین که بیان و هر جایی که خواسته باشیم داخل شهر پنومپن ما را میرسانم. یک معلومات کلی براتون درباره کشور کامبوج میدم و اطراف شهر هم براتون نشان میدم. ببینین شهر چه قسم یک شهر است. یک شهر است که بسیار یک تاریخ رنگارنگ تیر کرده عزیزان. از دولت‌های امپراتوری گرفته تا زیر استعمار فرانسه و بعداً تاریخ سیاه که در دوران خمرها بود، خمرهای سرخ یا خمرهای کمونیست. این همه را براتون تشریحات میدم، اما در اول براتون معلومات کلی درباره کشور کامبوج میدم. و در اینجا یک موزیم است، موزیم نسل کشی در شهر پنومپن. دورم در یک ویدیو براتون ثبت میکنم. بسیار یک ویدیو جالب است. در اونجا با زیادتر درباره تاریخ، درباره احزاب و یا دولت‌هایی که در کشور کامبوج حکمرانی کردن براتون معلومات خواهم داد. ببینین شهر پنومپن است عزیزان. در بعضی جاش آسمان خراشا رو میبینین، در بعضی جاش هنوزه هم زندگی ساده و نرمال مردم پیش میبرند. اینجا کشور کامبوج تقریبا 16 الی 17 میلیون نفوس داره. مردمی که در اینجا زندگی میکنن خمرها هستند که 90% از نفوس کشور تشکیل میتن و باقی مانده 10% مردمای ویتنامی، چینی و مسلمان ها هستند. زبان رسمی هم در این کشور زبان خمر هست. در اینجا زبان رسمی زبان کامبوجیایی نمیگن، چون این ملت خمر است. زبانش هم زبان خمر یاد میشه. پول رسمی که در اینجا استفاده میکنن ریال است، ریال نیست، ریال. اما زیادتر در بازارها، در معاملات اینجا دلار استفاده میشه، دلار آمریکایی. یک چیز تعجب آور است، اما دلیلش است، من تحقیقات خود کردم عزیزان. دلیلش است که بعد از جنگ‌های زیاد، جنگ‌های داخلی، اقتصاد کشور کامبوج زیاد خوب نبوده و پیسه‌اش روز به روز بی‌ارزش می‌شده. از خاطر در پهلویش باز ارز دلار آمریکایی را در بازار آوردن. فعلا حتی از ریال هم زیادتر استفاده میشه دلار. شما فکر بکنین وقتی که از گراب
یا یک دانه ریکشا آردر میتین سفارش میکنیم که بیا شما را برسانه، یا هم غذا سفارش میتین، بازم در پهلوی ریال دلار هم نوشته میشه. زیادتر در بازارها هم همچنان تقریبا 4000 ریال تون یک دلار میشه که در پهلوش باز قیمت دلار هم نوشته میشه. و حتی در معاملات تجاری بزرگ حتما دلار معاملات میشه، ریال استفاده نمیشده در یک کشور. در معاملات کوچک در سکوت‌های روزمره هم دلار به اندازه ریال استفاده میشه. دوستان، کشور کمبوج یک کشور شاهی است، اما از طرف رئیس جمهور و صدر اعظم اداره میشه که شاهی بودن این کشور فقط سمبولیک است. اینجا شاه ها کدام مدیریت یا اداره را به دوش نمیگیرن، به خاطر این شاهی کردن که چون در تاریخ زیادتر همراه شاه ها اداره شده کشور. فقط در همون دورانی که جنگ های داخلی در اینجا بوده، همون وقت در کشور جمهوری کمونیستی تبدیل شده و بعدا مردم پس کشور شاهی را انتخاب کردن. ببینید مردم بایسکل استفاده میکنه، موتورسیکل استفاده میکنه و ریکشا استفاده میکنن. اینجا فکر کنم یک یادبود است، از پهلوش میگذریم. دوستان عزیز، شهر پنومپن تقریبا 2,300,000 نفوس داره. در این شهر وقتی که گشت و گذار میکنین همراه مسلمانایی که از خود کمبوج هستن زیاد روبرو میشین، یعنی مسلمان داشته در اینجا مسلمان زیاد زندگی میکنن. حتی در زیادتر رستورانت های محلی که میرین تقریبا شاید 30-40% از مسلمان ها باشه. مسلمان ها را زیاد دیده میکنین در اینجا. اینجا چراغ قرمز است. دوستان عزیز، براتون یک توصیه میکنم، همیشه وقتی که ویدیوهای ما را تماشا میکنین اگر کدام کم و کاستی داشته باشه یا یک چیز فراموش کرده باشین که من درباره از اون براتون معلومات بدم، چون بعضی وقتا انسان است بعضی چیزا را اگر بلدم باشیم در ویدیو گفتنش فراموش میکنیم. اگر یادآوری بکنین در کامنت ها بسیار خوب میشه، سوالای خود راحت مطرح کنین. من همه کامنت ها را مطالعه میکنم و براتون حتما جواب میدم. ایره خواستم براتون ذکر کنم. هر کدام سوالی که داشته باشین، هر کدام چیزی که در ذهنتان خطور کنه میتونین بنویسین. شاید ما دیده باشم در اینجا اما در ویدیو فراموش کرده باشم که براتون بیان کنم. اینجا یک چوک است. خمرها یا باشندگان کمبوج انسان‌های بسیار خوب هستند، انسان‌های خنده بر لب. یعنی راحت شما میتونید همراه یک خمر یا همراه یک
انسان محلی در اینجا صحبت کنین و آشنا شوین. بسیار باز هستند به خاطر بیان کردن مفکورهایشان، به خاطر صحبت درباره کامبوج و درباره پنوم ما همراهشان صحبت کردم. درباره شهر پایتخت کامبوج است. میفهمین یعنی راحت هستن، راحت هر سوالی که داشته باشین براتون جواب میتن. انسان‌های بسیار خوب هستن، اگرچه انگلیسیشان ضعیف است بازم کوشش میکنن که به یک طریق همراهتان افهام و تفهیم کنن. حال طرف قصر شاهی کامبوج رفته رایستم. گفتم در پالو از این شهر را براتون نشان بدم و کمی معلومات مختصر درباره کامبوج بدم. در کنار رودخانه میکونگ است این قصر. فکر کنم رسیدیم. حال داخل از این قصر میشیم، براتون قصر را نشان میتونم و براتون درباره قصر معلومات میتونم عزیزان. دوستان عزیز، من از ریکشا پایین شدم، پیسیش دادم. این پیسه های کامبوج هست. ببینید در پهلوی یا در کنار رودخانه میکونگ است. رودخانه میکونگ در ویدیوهای قبلی هم براتون گفتم یک رودخانه است که از بین کشورهای کامبوج و ویتنام عبور میکنه. بسیار مشهور است. این قصر شاهی است دوستان عزیز. میریم داخل آهسته. این کفترها را ببینید. هوا کمی گرم است، از او خاطر انسان ها در اینجا در سایه نشسته هستند و صحبت میکنن و بعدشان که اون چیز را نوش جان میکنن. نمیفهمید چیست. کسایی که میفهمند که چی است فکر کنم یک مسئول دریایی است دوستان. هلو، اینا مردم های محلی هستن. باشین از زمین خاله جان یک آوام بگیرم. One water please. How much? One USD. $1 میگه. ببینید دوستان اگر چه کمی قیمت تر است بازم اینجا نشسته هستن، باش از اینا خرید کنید. 4000 4000 میشه دوستان. 2000 3000 یم 1000 4000. Thank you. Oh 1000. من فکر کردم $1 میگه. 1000 بوده. وقتی پیسه مرا پس داد. انسان های خوب هستن. از این جواب گرفتم. حالا اساسا میرم طرف دروازه ورودی. فکر کنم ساعت 2 بجه باز میشه. یک 7-8 دقیقه مانده. اینجا خاله ما کته باسکل کدام چیز میفروشه. How are you? Good. شیرینی است فکر کنم. No, it's okay. No open. Thank you. بعض وقتا میترسم چیزایی که در داخل کوچه باشه باز در مسافرت نگاه مریض نکنه. از اون خاطر احتیاط میکنم. زیادتر چیزایی که نو پخته شده جلو روی اونا را میخورم.
یا هم چیزایی که بسته‌بندی شده باشه از کمپانی های کلان است، حداقل کدام مشکل ایجاد نمیشه. یا هم میوه میخورم، اگر میوه بخوریم چون میفهمین دیگه میوه است کدام ضرر نداره زیادترش. از او خاطر یارم همراه شما شریک ساختم دوستان. شاید در مسافرت بعضی از شما هم همیشه در هر کشوری که هستین شاید که غذای اینجا مشکل داشته باشین یا هم خوردن نتانین. از اون خاطر میتونین یا میوه بخورین یا هم زیادتر چیزایی که بسته‌بندی شده باشه میتونین استفاده کنین. ما آمدم در مقابل قصر، بسیار جای مقبول است. قصر کلان هم است، ببینین. دوستان عزیز، آمدم به کاخ سلطنتی پنومپن، جایی که پادشاه کمبوج در اینجا زندگی میکنه، زندگی رسمی و مراسم رسمی خود در اینجا برگزار میکنه. از دروازه داخل شدیم. تیکت بود، گفته تیکت از اینجا میگیریم. همراه شرط گفته اجازه نمیتین باشه، ببینیم چطور خواهد شد. عزیزان، ورودی 40,000 بوده، زیر 6 سال رایگان است. تکت خود گرفتم دوستان، 40,000 است، $10 آمریکایی میشه. دوستان عزیز، این کاخ سلطنتی در مرکز شهر پنومپن موقعیت داره. ببینید چقدر جای مقبول است. باغ‌های اینجا، ستون‌های طلایی و سقف‌های این کاخ سلطنتی بسیار مشهور است. این کاخ سلطنتی نشان دهنده هنر و معماری سنتی خمرها است. حال داخل باغ میشیم، بسیار مقبول است. ببینید بسیار تمیز، گلکاری های بسیار مقبول. کاخ ببینین، ببینین کارمندای اینجا در حال باغبانی هستند و باغ‌ها را تمیز میکنن. این بیرق کشور کمبوج است دوستان عزیز. یک دستگاه آب پاش داره، ببینین. همراه از این تمام این سرسبزی را آب پاشی میکنه. ارزش دیدن داشته دوستان عزیز، جای خوب است. اینجا معماری خمرها را دیده میتونین. من اگر به یادتان باشه در ویدیو قبلی وقتی که در اینجا می آمدم از کشور ویتنام طرف پنومپن در اتوبوس حرکت کردم. میتونین ویدیو قبلی را ببینین. در اونجا یک چیز براتون یادآوری کردم، گفتم به نظرم زیادتر مردم و یا نفوس اینجا پیرو دین بودیسم هستند، به خاطر که از ساختمان ها گفتم معلوم میشه. ببینین این ساختمانی که فعلا میبینین، قصر، در سقفش، در کنج سقفایش ببینین همین قسم یک علامت ها می داشته باشه.
زیادتر کشورهایی که پیرو دین بودیزم هستن. دو کشورهای اینا را دیده میتونیم. در تایلند هم بسیار زیاد است چون کشور بودایی است. حتی این ساختمان هم که ببینید خوب حس کرده میتونین. یکم سقفایی که به این قسم ساختمان ها جور میشه، سقفایش بسیار بلند است. ببینید تو پخش نیست، بسیار بلند جور میشه سقفایش. توریست ها آمدن در اینجا از این قصر دیدن میکنن. دوستای عزیز، طوری که پیشتر هم براتون گفتم در اینجا مراسم شاهی گرفته میشه، مراسم رسمی در اینجا. حتی دوده‌باش رسمی شاه کمبوج هم در اینجا است. وقتی که مقامات رسمی از کشورهای دیگه آمدن یا خودشان کدام مراسم رسمی داشته باشند، در داخل این کاخ سلطنتی گرفته میشه. ببینین بسیار زحمت کشیده شده روی از این قصر. ببینین این صحنه کاخ شاهی است. بسیار جای خوب است برای برگزاری محافل رسمی، دینی، مذهبی و سیاسی. داخل این نشان دادن ممنوع بوده و فقط وقتی که از اینجا تیر میشم براتون داخلش کم نشان میتون. ببینین در داخل از این مراسم برگزار میشه. ببینم همین قسم اینجاست. یک کاخ بسیار بزرگ است. دروازه‌اش ببینید چقدر مقبول جور شده. طوری که پیشتر هم گفتم دوستان، کامبوج یک کشور شاهی است، اگرچه کشور زیادتر توسط رئیس جمهور و صدر اعظم اداره میشه، اما بازم منحیث یک سمبل رول خود در کامبوج می داشته باشه شاهی اینجا. بریم پیشتر ببینیم داخل صحنه این کاخ دیگه چی چیزها می باشه. چیزهای دیگه ببینیم به چشم ما میخوره یا نه که جالب باشه. من حالی که اینجا رو براتون نشان دادم، یک چند تا عکس یادگاری هم میگیرم. در بعضی جایی که میرم دوستان، از وقتی که کانال یوتیوب خود جور کردم، عکس یادگاری از یادم میره. قبلا فقط عکس های یادگاری میگرفتیم، ویدیو نمیگرفتیم. حالا ویدیو میگیریم، عکس های یادگاری فراموش میشه.
توریست زیاد آمده. ببینین یک گروه دیگه آمده. اینجا هم همه با هم دیدیم دوستان عزیز. حالا میبرایم من قبل از که برایم از اینجا یک چند دانه عکس یادگاری هم میگیرم. کنار این سبزا، کنار این باغچه ببینین گروه کاری شده دوستان. حتی داخل باغچه هم گروه دیده میتونید. اونجا از طرف روز زیاد معلوم نمیشه روشنایی، اما از طرف شب اینا همه روشن میشده. شاید زیاد مقبول شود از طرف شب. این کاخه از اینجا نشان بدم خوب بزرگ معلوم شود. اینا شب روشن میشه. اینجا یک بنای دیگه است. داخل از این میشیم ببینیم. شاید چیزهای فرهنگی کمبوچه دیده بتونیم. اینجا لباس های ملی شان است. کته کلاهای سلطنتی میبینید. فکر کنم این لباس ها لباس های سلطنتی باشه. Te dni tygodnia może i uciekały. Jak człowiek jest na urlopie, też się czasami gubi. Potwierdzam. To już też tak jak się ma na tym tygodniu. No nie jest tak? No, tego mówię. این هم لباس های ملی شان است. Ale słuchaj, środa, dzień. Dla facetów. Dzień happy end. Chociaż już tego zespołu jest. Jaki happy end? Wczoraj był poniedziałek, Jest przed środą, jest środa i po środzie. اینجا منظره قصر میبینیم از این جبهه. حال روان هستم که از این کاخ سلطنتی بیرون شم و شهر پنومپن براتون نشان میدم. از کنار رودخانه مکانگ تیر میشم، پیاده روی میکنم. اونجا جای پیاده روی است. اونا رو براتون نشان میدم عزیزان. The king is 73 years. این جوانا از شاگردان مذهبی دین بودایی هستند دوستان. از این کاخ سلطنتی بر آمدیم. حالا کم پیاده روی میکنم و اطراف براتون نشان میدم شهر پنومپن و میرم طرف هتل، بلکه در سر راه کدام رستوران خوب ببینم که از اونجا غذای خود بخورم. این سرک برای ترافیک بسته است به خاطر که مقابل کاخ سلطنتی است. حتی دیوارایش هم گروب کاری شده. ببینین از طرف شو احتمالاً همه از یا روشن میشه.
شهر پنومپن دیدین بیشتر وقتی که داخل رکشا بودم براتون اطراف نشان دادم. اینجا شهری است که از یک طرف هنوز مردم را میبینین که در امو سادگی زندگی میکنن، امو رسوم قبلی و تاریخی خود، و یک طرف شهر را میبینین که آسمان خراش هاست. دو طرف رودخانه میکانگ براتون نشان میدم حالا. و این هر دو داخل شهر پنومپن با هم زندگی میکنن و زندگی خود پیش میبرن. این دختره که ببینین، هلو، میخوایم روی کفترها بازی کنن. دوستان عزیز، این راه را ببینید چقدر منظم است و برای ترافیک هم بسته شده. احتمالاً روزی که اینا مهمان رسمی دارن و مراسم رسمی دارن، این سرک که میبینین این را بسته میکنن. اگرچه این را در آخر هفته بسته میکردن، روزی که ما آمدم روز یکشنبه بود اینجا، این سرک کلا روی ترافیک بسته بود، فقط انسان ها میتوانستن در اینجا پیاده روی کنن. و این بنا را هم که میبینین، thank you، شاید مراسم از اینجا شروع شود و داخل کاخ سلطنتی برن میهمان ها. فعلا ساعت 3 بعد از ظهر است. هوا کمی گرم است، از او خاطر انسان ها زیاد نیستند اینجا. روزی که من اینجا روز اول آمده بودم، روز یکشنبه بود، کمی خسته بودم، برای آمدم به پیاده روی، گفتم باشه غذا بخورم و کمی پیاده روی کنم، شهر ببینم. کامرا در پیشم نبود. اینجا کلا پر از انسان بود، مردم های محلی، توریستا زیاد بودن. این پیاده را که میبینین در طرف راست و چپ، در هر دویش کلا همی تزگاه های چرخ های غذا بود که مردمان محلی غذا پخته میکردن و کسایی که در اینجا برای قدم زدن و برای ساتیری آمده بودن در اینجا غذا میخوردن و نوشیدنی میخوردن. بسیار یک روز پر بیروباری بود در اینجا. خیلی اینجا کسی نیست، حتی دیشب هم کسی نبود. از طرف شو اگر بگم انسان زیاد میشن، نسبتا زیاد میشه، اما آخر هفته باز بیخی این جاده برای ترافیک بسته میشده و همه در اینجا میان. دوستان عزیز، اینجا رودخانه میکانگ است. من این رودخانه را در ویتنام هم دیدم، در اینجا هم هست. در جنوب شرق آسیا یک رودخانه مشهور است، از داخل این کشورها میگذره و اطراف این رودخانه از زمین‌های شالیزار تشکیل شده که زیاد در اطراف از این باز شالی کشت میشه و میفهمین کشورهای ویتنام، تایلند و کامبوجا اینا کشورهایی هستن که در اینجا شالی زیاد کشت میشه و زیاد حاصل میته. زمین‌هایشان برای شالی مناسب است. این دو طرف رودخانه میکانگ ساختمان‌های بلند منزل است. اونجا زندگی مدرن است از این طرف، و از این طرف زیادتر مرکز شهر است که می‌بینید ساختمان‌هاش کم قدیمی است.
پنومپن یک شهری است که انسان ها به اینجا زندگی میکردن از قبل، اما در دوران خمرهای سرخ تمام مردم از این شهر تخلیه شدن. یعنی به اینجا همه کسایی که شهرنشین بودن تخلیه شدن، چون پالیسی خمرهای سرخ همی بود که مردم از شهرها دور باشن، برن در اطراف در قریجات در روستاها زندگی کنن که حاصلات زراعتیشان زیاد شه و همه مردم به سیستم کمونیستی یکسان زندگی کنن. حتی این سیستم طوری بود که اینا هیچ صنایعی را نمیپذیرفتن، میگفتن حتما باید مردم زراعت پیشه باشه و کار زراعت کنن و به خاطر دولت کار کنن و کسایی که ضد این پالیسی می بود حتما اونا را در زندان روان میکردن و زیر شکنجه میدادن، حتی زیادتر انسان ها جان خود را دست دادن. یعنی یک ارقام بسیار بالاست. او وقتا نفوس کشور کمبوج تقریبا 7 میلیون بوده. از 7 میلیون انسان 2 میلیون انسان در 4 سال کشته شده. بفهمین دیگه که چقدر یک رژیم دیکتاتوری بوده در وقت. اما بعد از 4 سال ویتنام در شهر پنومپن حمله میکنه و کشور از دست از جوان نجات میتن. بعداً جنگ‌های داخلی میشه و حال یک چند سال میشه اینجا آرام است و مکان خوب برای توریست است. دوستان عزیز، اگر خواسته باشم براتون تفاوت‌های کشورهای کمبوج و ویتنام ارائه کنم، این را گفته میتونم که ویتنام یک کشور مدرن است و طبیعت متنوع داره و زندگی در شهرها نسبت به اینجا بسیار مدرن تر است، در حالی که کشور کمبوج خصوصا شهر پنومپن شهر نسبتاً آرام و سنتی تر است و به جای جاذبه های گردشگری زیاد و طبیعت متنوع، کشور کمبوج زیاد معابد تاریخی داره، مثل انکار وات که در شهر سیم ریپ است. اونا مشهور است. زیادتر معابد اینجا مشهورتر است نسبت به طبیعت های متنوعش. و از لحاظ اقتصادی هم میفهمیم کشور ویتنام کشور بسیار بزرگ است که تقریبا 100 میلیون نفوس داره، اما اینجا کشور خرد است و استفاده دلار در ویتنام بسیار کم است. در هر جای دانگ ویتنامی استفاده میشه. اما هر وقت که در ویتنام آمدین از کمبوج هم یک دیدن کنین خوب است. اینجا هم یک ببینین، یک کشور بد نیست. انساناش بسیار انسانای آرام و خنده بر لب هستن. این کشتی ها رو که میبینین از طرف شو، اینا تورای شبانه جور میکنن که غذا میتن و یک تور داخل این رودخانه میکانگ برای 1 ساعت یا 2 ساعت انجام میتن. از طرف شو این منطقه نسبت به فعلا بسیار چی است؟ یعنی شلوغ‌تر است و بسیار مردم به خاطر بازدید اینجا میان. دوستان عزیز، ببینید در کنار این جاده رستورانت های حلال هم است، رستورانت های مسلمان ها. اما یک خاطره است رو براتون بگم. دیروز آمدم از اینجا تیر میشدم، در این رستورانت رفتم. در این رستورانت رفتم، گفتم باندی هست، چون بیرق عربستان هم در اونجا بود. چون بیرق عربستان هم بود، گفتم شاید ماندی عربی داشته باشن. گفت ماندی نداریم، گفت برنج افغانی داریم. ما گفتم بیار مینوی را آورد، دیدم نوشته است پلو افغانی. ما گفتم چون زیادتر میفهم در رستورانت های هندی یا پاکستانی برین بسیار تند میباشه غذایش. بهش گفتم اگه افغانی باشه خوب است، مگر
تون نباشه که ما خورده نمیتونم. گفت نه افغانی است. یک 40 دقیقه مرا منتظر ساخت، گفت اینو براتون تازه جور میکنیم میاریم. وقتی که آورد گفتم باشه یک بسم الله کنم. هم بسم الله کردم، یک قاشق اینقدر تون جور کردن، یکی هم از لحاظ شکل و قوارم کاملا پیشم نبود، اگر نه براتون تصویرش میگرفتم. هم رنگ قابلی نبود. ما گفتم برو دیگه بیازو خو قابلی وطنی در هر جای پیدا نمیشه. حداقل گفتم از نزدیک قابلی ما مگه تیر شود شاید مزه خوب بوده. باز وقتی که او را خوردم دیدم که از نزدیک قابلی وطنی ما تیر نمیشه، بسیار تندم است. کشمشا را انداخته بودن، کشمشا را بعد از اینکه پلو پخته شده در روی شموتو خام مانده بودن. ما گفتم یعنی چی این قابلی نیست، گفتم بسیار تند است. بازم رفت یک و دو دفعه رفت پیش آشپز، کدام چاره نیافته که من تقریبا نصفش خوردم، گوشنم بودم. باز خسته رفتم طرف اتاق دوستان. یک تجربه بود که در شهر پنومپن در این رستوران ها داشتم. حال کوشش نمیکنم که از اینجا غذا بخورم، میخوایم که از اینترنت سفارش بدم، چون اینترنت ویو ها هم دیده میتونم و همه چیز نوشته میباشه. من بعضی وقتا اینترنت ترجمه میتونم. باز بیشتر ساعت ها 11-12 بجه شب از اینترنت سفارش دادم، از گرب. خوب بود، هم غذایش خوشمزه بود، هم تون نبود. باز لذت بردم، شکرم خود سیر کردم دوستان. این مارکت رو که میبینین، این مارکت شبانه است، از طرف شب فعال میشه. یعنی شب در اینجا انسان بسیار زیاد میاد. یک چیز دیگر هم خواستم اینجا ذکر کنم دوستان. ما از قبل معلومات داشتم که کشور کمبوج بسیار ارزان است، اما وقتی که از ویتنام در اینجا آمدم قیمت ها اینجا ارزان نیست. البته از ویتنام کرده من مقایسه شهرهای هاچیمین یا سایگون همراه اینجا میکنم، همراه شهر پنومپن. اینجا قیمت تر است نسبت به ویتنام. باز یکی هم غذاهای محلی ویتنام هم بسیار راحت میتونیم که بخوریم. اینجا ما غذای محلی زیاد ندیدم، زیادتر رستوران های خارجی است اونجا. اونم قیمتاش نسبت به رستوران های خارجی ویتنام قیمت تر است. دوستان عزیز، اینقدر امروز چیزایی که براتون نشان دادم، امید که خوشتان آمده باشه، چون هر کشور از خود یک فرهنگ می داشته باشه. شاید از نظر ما خوب یا بد باشه، اما هر سوال یک جواب نداره. میفهمین از طرف بعضی کسا شاید سوال جواب بله باشه، از طرف بعضی کسای دیگه شاید نخیر باشه. از این خاطر وظیفه من فقط جایی که میرم، کشورهایی که میرم، شهرهایی که میرم براتون به تصویر میکشم و همراه شما عزیزان به اشتراک میگذارم. شما را به خداوند احترام میسپارم، به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.